سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با هم دیگه یه سری پک و پیک داریم بزنیم. اول فیفاس بریم ببینیم که بازیکن خوب بهمون میده که بذاریم توی تیممون یا نه. پس برو که بریم. خب پک هایی که داریم 27 تا پکه، ولی خب از این 27 تا پک یه سریاش هم پک های استادیومه. امیدوارم که پک خوبی بهمون بده. چند تا ترید داریم، چند تا غیر ترید داریم. اول از پک های آن ترید شروع میکنیم. اول این گلد پک ها رو بزنیم ببینیم چیزی بهمون میده. یه دونه کلن ریر توش هست. نات بد که از پک چرت و پرت نات بده دیگه. اوکی آقا، بریم پک بعدی رو بزنیم ببینیم که بازیکن خوب بهمون میده بالاخره یا نه. گلد پک ها خب طبیعتاً یکی کوین هم بهمون داد. آقا بریم پک بعدی ببینیم از این پریمیوم اسکیپ کردم. گوسنس. آقا پک بعدی پریمیوم گلد پک بعدی. کیه؟ طبیعتا بازیکن خوب نیست دیگه. ایتاکورا جامبو پریمیوم. ببینیم از این بازیکن خوب دیمارکو 82. آقا میخوام یه دونه جامبو براتون بزنم مثبت 84 سر پک 82. میدونم ما بیشتر از 84 نه. موسیالا پشمام، چرا آخه من پس اسکیپ کردم تو رو؟ 86 اسکیپ کردم، موسیالا داد. پشمام 80 کی بازیکن زدیم آقا. موسیالا رو زدیم آقا. موسیالا رو زدیم. منم اتفاقا تیمم بیشتر سمت همین بوندسلیگاست. ورنر و اینجور چیزا رو دارم. خوب داد، خدایی خوب داد. از پک قبلی ریت 81. پک بعدی 2 تا 85 داریم، 2 تا 78، 2 تا 80، 2 تا 81، 78. مثبت 85 رو آخر بزنیم دیگه. مثبت 81 دوتایی رو بزنیم ببینیم. داد بهمون ولنو. اوکی 2 تا 78 زد. راضیم. دوباره ویلسون رو داد. دیسکاردش میکنم. خب آقا یه دونه دیگه مثبت 81 ضرب در 2 بزنیم ببینیم این دفعه بهمون واسه اوکی. هالهین های 83 ریتش حداقل به دردمون میخوره.
آلمیرون هم داد، فکر نمی کنم گرون باشه ولی خب بازیکن خوبیه آلمیرون. آره 700 کی 700 کی 700 700 تا دونه کوینه. اوکی. خب آقا مثبت 80 رو بزنیم یا یه دونه مثبت 78 بزنیم؟ 'چیه فامیلش؟ دیا. بازیکن خوبی هم هست برای تیمای استارتر، به نظرم بازیکن خوبیه. اینایی که از سری آ میخوان بچینن ولی خب به درد تیم من که نمیخوره. خب آقا مثبت 80 ضرب در 2 رو بزن. هشتاد و ونبیساکا رو هستم با اینکه قیمتش زیاد نیست ولی خب اوکی. خب دیگه بچه ها پک زیادی نداریم، 2 تا ترید داریم که از جوایز رایولزه و 2 تا پک اینجام داریم. یه مثبت 78، 2 تا مثبت 85. اول 78 رو میزنم ببینیم که ماکاوت که نیست. کلاسترمن گرون نیست ولی خب دبلی. بریم 2 تا بازیکن تریدمون رو بزنیم، بعدش بیایم اون مثبت 85 رو آخر بزنیم. پریمیوم گلد پلیر پک از همین 7.5 مثلا کی کوینشه اگه بخوای بخریش، ولی خب به ما توی جوایز رایدر حداقل این دفعه ترید بازیکن خوبی هم که بهمون نداد دیگه. نه بازیکن خوبی بهمون نداد. نه این با اون پک 7.5 کی استور فرق میکنه. این همش پلیر بود، اون میتونه هم پلیر بهتون بده هم چیزای دیگه، ولی این پلیر بود. نه این ارزشش بیشتره. این فکر میکنم 25 کی اگه بخوای بخریش از توی مارکت. مگا پک بزنیم ببینیم که مگا پک همونیه که دوستان گفتم دمبله رو زدم. وای چه ترولی شدم، به خدا گفتم دمبله رو زدم. پشمام یه لحظه قلبم واسطاد. گم شو بابا. یه لحظه به خدا فکر کردم دمبله رو زدم. اگه دمبله بود بابا دمبله میدادی دیگه. تو که پاریسی دادی، فرانسوی دادی، RW دادی. آقا حسن ختام این ویدیو 2 تا مثبت 85. ببینیم از این بازیکن خوب بهمون میده ویدیو رو تموم کنیم. بده من یه بازیکن خوب گریزمان دبل واکاوته؟ نه گریزمان آقا، گریزمان دبلیو خدا وکیلی. گریزمان رو زدیم. حالا درست واران پشتش گریزمان و واران. پشمام واران چقدره؟ 100 کی فکر کنم وارانه. 100 کی واران. پشمام 100 کی واران. گریزمانم 90 کی. آقا خیلی خوب زدیم از پک آخر. راضیم خدا وکیلی. واران و گریزمان. آقا دبلیو به خدا. به نظر من دبلیو داد
خیلی هم خوب داد به نظرم. حالا شما هم نظراتون رو بهم بگین. آقا اینم از پک اوپنینگ ما. درسته یه بار توی پکا ترول شدیم، ولی خب واقعا حسن ختامش خیلی خوب بود. واران بهمون داد و گریزمان و تا یه مدتی تیمو بیمه میکنه، حداقل تا 1-2 ماه. آقا من راضیم. شما هم نظراتون رو برام بنویسین، این ویدیو رو هم برای دوستاتون بفرستین. فعلا.